این منم میخوای بخوای نمیخوای نخوا. نه مال اینجا نبود. آقا قراره تو این ویدیو بگم لیزر خونگی بهتره یا لیزر کلینیکا. این منم که خیلی خوشحال رفتم دستگاه لیزر فیلیپس رو خریدم، یه چند ماهی ازش استفاده کردم، از اون خوشحالتر بودو اومدم تو یوتیوب یه ویدیو ساختم روش استفاده از این دستگاه و که آقا چه نشسته پاشید از این دستگاه بخرید که اینا بهتر کنه. که بعد از چند وقت من متوجه شدم که این دستگاه به کار من نمیاد. من میخوام فول بادی رو کار بکنم، این دستگاه کوچیکه، دردناکه، شارژش تموم میشه، هی بزنم تو شارژ و خسته کننده است و هی جلسه بعدی رو اگه میس کنی جلسه قبلت هم سوخت شده از نو بعد شروع کنی و خلاصه سرتون رو درد نیارم. این شد که بنده این دستگاه رو گذاشتم کنار. فکر این افتادم که حداقل از این 400 پوندی که من این دستگاه رو خریدم یه مبلغشو که میتونم زنده کنم. رفتم از کنار برش داشتم. آقا این در اون در اینجا بذار اونجا آگهی کن، فروختیمش 80 پوند. حالا ما این دستگاه رو فروختیم. الان که من سر از کلینیک لیزر در آوردم، آخ نگم چه کلینیکی ها، از این کلینیک خفنا. فهمیدم اون دستگاه رو نباید میفروختم. اون دستگاه به درد جایی میخوره که ما تتو داریم، چون با این دستگاه اون قسمت ها رو کاور نمیکنن. اینجا هم که انقدر ضعف کردم فقط رفتم یه چیزی بخورم، نمیدونم چی خریدم دقیقاً. به یاد قدیما اومدم پیکاتلی گاردن که بشینم هم از این هوا لذت ببرم. البته این آفتاب سوزان به درد بعد از لیزر نمیخوره که خدا دمش گرم. اینجا واسه ما هوا رو ابری کرد. این از ویدئوی یه روزه من.